مدتی بعد از حرف نزدن شهاب توی هنابندون عمه شهین دوباره اسم شهاب سر زبونا میفته. این دفعه با کمک فرشته دخترموش. هر روز میاد از مادر شهاب اجازه میگیره، اونو حاضر میکنه میبره پارک به بهانه بازی. ولی شهاب از همون روز اول میفهمه که فقط داره ازش سوء استفاده میشه چون خنگه و لاله. فرشته میخواد دوست پسرش رامینو ببینه. بعد چند بار تو پارک که تو دردسر میافتن کمیته میاد میگیرتشون. رامین شلاق میخوره. با هم توی خونه مجردی بالای بقالی که صاحبش دوست رامین بوده قرار میذارن. شهاب اصلا حس خوبی نسبت به صاحب بقالی اسماعیل که مرد 30 ساله بوده نداشته. نسبت به رابطه رامین و فرشته توی اون خونه هم اصلا حس خوبی نداشته. یه روز که رامین میفرستتش پایین که براشون نوشابه بیاره، برمیگرده بالا و میبینه در قفله. بعد صدای جیغ و داد فرشته رو میشنوه. فرشته با گریه دست شهابو میگیره و با هم به خونه برمیگردن. شهاب افسرده تر از قبل میشه. مادر شهاب نگرانشه و چند بار سعی میکنه که با باباش آشتیش بده که هر بارم ناموفق. 16. اینقدر از مامان لجم میگرفت، هی بابات میکرد. اسی گفت مامانت عجب خنگیه، اون که بابای ما نیست، اون بابای آرشه. مامان با اینکه بلد حرف بزنه اینقدر باهوشه که همیشه میفهمه ما چی میخوایم. چطور اینو نمیفهمه؟ یعنی نمیدونه که بچه‌های خوب، سالم، خوشگل و باهوش مال باباهان، بچه‌های خنگ، زشت، مریض، اونا که نمیتونن حرف بزنن مال مامانها؟ اگه یه ذره حواسشو جمع کنه به حرفای بابای آرش گوش بده میفهمه، ولی اون حواسش همیشه پرته. قصه ما رو میخوره. متوجه نمیشه که بابای آرش وقتی میخواد اونو صدا کنه میگه پسرم بیا. همه جا با افتخار میگه این پسرمه. وقتی بهش نگاه میکنه توی چشماش پر از خنده و مهربونیه، ولی اصلا دوست نداره به ما نگاه کنه. دوست نداره ما رو به کسی نشون بده. همیشه میگه خانم بیا این بچه‌تو جمع کن. یعنی این بچه توست، بچه من نیست. چطور مامان اینا رو نمیفهمه؟ ما هم محلش نمیگذاریم. همین مامان برامون بسه. به درستی نمیدانم رابطه من و پدر کی و کجا قطع شد. اولین صحنه‌ای که به یاد میآورم مربوط به روزی است که شادی را به خانه آوردند. پدر با خوشحالی او را در آغوش گرفته بود. چشمهایش می‌درخشید. آن روزها هنوز عادت داشتم موقع آمدن او به پیشوازش بروم. خودم را به جلوی در می‌رساندم. دستهایم را بالا می‌بردم تا او بغلم کند. وقتی در آغوش پدر که بلندترین و زیباترین مکان دیدن جهان بود قرار می‌گرفتم، با خوشحالی دستورش را که میگفت حالا بابا را ببوس اجرا می‌کردم. آن روزها پدر هنوز از حرف زدن من ناامید نشده و نمی‌دانست که عقب افتاده هستم. ولی آن روز هرچه دستایم را بلند کردم و دور پدر چرخیدم، پدر در آغوشم نگرفت. حتی مرا ندید. وقتی هم بالاخره شادی را با بوسه ای روی تخت گذاشت، مرا که میخواستم همین کار را بکنم تا شاید توجه پدر به من هم جلب شود کنار زد. ناامید و تنها کنار پدر ایستادم. شادی گریه کرد. پدر از جایش پرید و مادر را صدا زد و در این میان با پاهای بزرگش پای کوچک مرا له کرد. درد در تمام تنم پیچید. فریاد کشیدم ولی پدر رفته بود تا شیشه شیر شادی را بیاورد. وقتی برگشت نگاه تندی به من کرد و گفت تو چته بی خودی جیغ میزنی؟ او حتی متوجه نشد پای مرا له کرده. روز بعد مادر پرسید پای این بچه چرا کبود شده؟ و پدر که چند روز مرخصی داشت و قرار بود به مادر کمک کند گفت چه میدونم لابد به جایی خورده. این بی‌توجهی در آن روزهای حساس به من فهماند که جایگاهی در قلب پدر ندارم. دیگر دور بر او نمی رفتم. می ترسیدم باز هم پایم را لگد کند. چند بار دیگر که خانه آمد فراموش کرد مرا بغل کند و دستای آرزومند و برافراشته‌ام را ندید. جلوی آینه قدی که روی در کمد نصب شده بود نشستم. به خودم که خیلی کوچک و نحیف بودم نگاه کردم و تصمیم گرفتم که دیگر هرگز از آمدن او خوشحال نشوم، به استقبالش نروم و او را نبوسم. هرچه من در حرف زدن بیشتر تأخیر می‌کردم، پدر بیشتر از من فاصله می‌گرفت. گویی حضور من توهینی بود به شخصیت، غرور و مردانگیش و احساس کامل بودن او را زیر سوال می‌برد. با تعجب به من نگاه می‌کرد و نمی‌فهمید که خدا چرا چنین بچه‌ای به او داده. دیگر با من حرف نزد. حتما منطقش میگفت آدم عاقل با کسی که نمی‌تواند جوابش را بدهد حرف نمی‌زند. نمیگویم این کارها را از روی عمد می‌کرد، ولی ناخودآگاه آزرده و از وجود من شرمگین بود و من
با تمامی کوچکی این واقعیت را به وضوح درک می‌کردم. اولین بار که به خاطر حرف نزدن مرا پیش دکتر مخصوص بردند خوب به خاطر می‌آورم. اتاق تاریک و همه چیز قهوه‌ای بود. عکسی ترسناک شبیه پروانه‌ای که یک آدم احمق کشیده باشد را به دیوار زده بودند. شادی 1 سال و نیم داشت و خیلی چیزها میگفت. هر کلام بچگانه او سیلی محکمی بر گوش من بود. نگاه اطرافیان با هر کلام شادی مرا متهم میکرد و میپرسید: پس تو چرا حرف نمیزنی؟ ببین چقدر از تو کوچیک‌تره و حرف میزنه. فکر حرف زدن به تدریج اضطراب دائمی من شد. هر وقت که باید کلامی از دهانم خارج میشد قلبم به تپش میافت. گوشهایم زنگ میزد و صدای اطرافیان محو و نامفهوم میشد. آن روز پدر به دکتر گفت: آقای دکتر، الان دیگه نزدیک 4 سالشه اما هنوز حرف نمیزنه. خواهر 1 سال و نیمه اش مثل بلبل همه چی میگه. مادر بی اختیار گفت ماشاءالله و دستش را چند بار به میز جلوی مبل زد. دکتر خودش میگه چیزیش نیست. خودش کم کم شروع میکنه، ولی خب دیگه به نظرم خیلی دیر شده. شاید لازم باشه فکر دیگه‌ای بکنیم. غیر از حرف نزدن مشکل دیگه‌ای نداره؟ مادر گفت: چرا آقای دکتر، تازگی‌ها خودشو خیس میکنه، در صورتی که خیلی وقت بود که از سرش افتاده بود. ما تو مبهوت به مادر نگاه کردم. باورم نمیشد به این سادگی آبروی مرا جلوی غریبه‌ها ببرد. تازه این اتفاق فقط 2 بار افتاده بود که آن هم تقصیر خودش بود، چون حواسش به من نیست. اینقدر معطل میکند تا اتفاقی که نباید بیفتد میافتد. معمولا بچه‌ها برای جلب توجه این کارو میکنند. به اندازه کافی بهش توجه و محبت میکنید؟ پدر گفت: ما هر کاری بتونیم براش میکنیم، ولی این بچه به نظر من در این زمینه هم مشکل داره. خیلی بی‌حال و سرده، اصلا انگار احساسات نداره. اگر 100 سال هم منو نبینه هیچ از دیدنم خوشحال نمیشه. وقتی بغلش میکنم فقط فکر فرار کردنه. نمیذاره آدم ببوسدش. هیچ محبتی رو جواب نمیده. براش اسباب بازی میخرم، حتی برای 1 لحظه هم خوشحال نمیشه. اصلا نگاهشون هم نمیکنه. مادر گفت: نه، اینطورا هم نیست. وقتی تو نیستی باهاشون بازی میکنه. فقط اولش توجه نمیکنه، انگار نمیفهمه چه چیزی جدیده. بعضی وقتا فکر میکنم داره لجبازی میکنه. پدر گفت: با کی لجبازی میکنه؟ بچه اینقدی چی میفهمه که لجبازی کنه؟ دکتر گفت: از نظر جسمی مشکلی نداره، به موقع راه افتاد، شنواییش خوبه؟ مادر پاسخ داد: نه، فکر نکنم. از این نظر هم عقب بود. ماشاءالله شادی 2 هفته مونده بود 1 سالش تمام بشه راه افتاد، ولی این 1 سال و 3 ماهش بود که راه رفت. شنواییش هم والا نمیدونم. البته دکتر گوششو معاینه کرده، گفته مشکلی نداره. وقتی هم باهاش حرف میزنی میفهمه، ولی خب بعضی وقتا که داره کارتون نگاه میکنه یا مشغول بازیه هر چی صداش میکنم انگار نمیشنوه. بازیهاش هم یک جور عجیب و غریبه. ساعتها سر به آسمون دور حوض میدوه، بعد یکو میسته دوباره شروع میکنه مثل دیوونه ها. سرم گیج میره هر چی میگم بشین بچه، انگار اصلا نمیشنوه. دکتر جلو آمد و گفت: بگذاریدش رو تخت. از دکترها خوشم نمی آمد. رفتارشان قابل پیش بینی نبود. گاهی شکلات میدادند و گاهی هم بیخود و بیجهت 1 سوزن به تن آدم فرو میکردند، انگار مرض داشتند. بعد هم میگفتند درد ندارد. این حرفشان بیشتر از سوزن بیدلیل لجمه رو در می آورد. چقدر دلم میخواست من هم 1 سوزن به تن دکتر فرو کنم تا ببیند درد دارد یا ندارد. تازه دکتر خودم موهای سفید و قشنگی داشت. مهربان و کوچولو بود. ولی این دکتر با آن سبیل‌های سیاه و پرپشت و هیکل گنده مرا به یاد یکی از آدم‌های بدجنس کارتون‌ها می‌انداخت. اصلاً قابل دوست داشتن نبود، خصوصاً که جلوی چشمم در مورد عیب‌های من حرف می‌زد و پدر و مادر را وادار می‌کرد مرا با شادی مقایسه کنند و بیش از پیش به کمبودهای من و برتری شادی پی ببرند. پدر از زمین بلندم کرد. اصلا دوست نداشتم روی تخت معاینه بنشینم. پاهایم را سیخ کردم تا نتواند مرا بنشاند. پدر با زور و نگاهی تحکم‌آمیز نشاندم و به دکتر گفت: ملاحظه می‌فرمایید اصلا معلوم نیست چرا 1 دفعه میزنه به سرش و لج میکنه. دکتر جوابی نداد و مشغول معاینه گوش و گلو و قلب و شکمم شد. گوشی سرد بود، چندشم شد و خودم را جمع کردم. آروم بچه، آروم. گوشی را برداشت، سرش را جلوی صورتم گرفت و گفت: تو صدای منو میشنوی نه؟ به سبیل‌های پرپشت و سیاهش نگاه کردم. 2 تا از تارهای مو درست زیر سوراخ دماغش سفید شده بودند. ببی گفت:
نگاه کن، انگار آب دماغش بیرون آمده. خنده هم گرفت. دکتر برای خودش حرف میزد و من تمام توجه هم به سبیل‌هایش بود که به شکل مسخره‌ای تکان می‌خوردند و بالا پایین می‌رفتند. کم کم فکر کردم شاید این موی سفید نیست و همان آب دماغش است که روی سبیل‌ها آویزان شده. صورتم را برگرداندم. دکتر صدایم کرد. صورتم را به طرف خودش چرخاند و گفت: ببین پسر جان، به من نگاه کن. با حرص صورتم را برگرداندم. ببی گفت: چرا نمیره دماغشو پاک کنه؟ حالم به هم خورد. ببین پسرم. 2 بار صورتم را چرخاند. دست بزن. ببین اینجوری دستایش را به هم زد که صدای بلندی داد. دست بزن ببینم. با تلخی نگاهش کردم. ببی گفت: احمق، به ما میگه دسترسی کن. مگه ما شادی هستیم؟ احساس کردم به هم توهین شده. دستهایم را روی سینه در هم قفل کردم. دست به سینه نشستم و سرم را برگرداندم. دکتر عصبانی شده بود. از اتاق انتظار صدای گریه و دعوای 2 بچه می آمد. منشی دکتر سرش را به داخل اتاق آورد و گفت: آقای دکتر، اینا اتاقو گذاشتن رو سرشون. خیلی مریض نشسته. به اون برنامه‌ها نمیرسید ها. دکتر با دست به منشی اشاره کرد که بیرون برود و به طرف من برگشت. صورتم را چرخاند و با تحکم گفت: خب بچه جون، فهمیدی من ازت چی خواستم؟ دست بزن. دستاتو به هم بزن. رویم را برگرداندم و دستهای به هم پیچیده‌ام را بیش از پیش روی سینه فشار دادم. دکتر به وضوح عصبی بود. به راحتی گره محکم دستای کوچکم را باز کرد. از زوری که برای بسته نگه داشتن دستها زده بودم، ناراحتی ناشی از تجاوز دکتر به حریم شخصیم و بالاخره پیروزی او سرخ شده بودم. باید از خودم دفاع می کردم. سرم را به طرف دست دکتر که دست مرا محکم گرفته بود بردم و با دندانهای ریز و تیزم پشت دستش را گاز گرفتم. دکتر گفت: آخ، و دستم را ول کرد. باید فرار می کردم. با اینکه تخت بلند بود از روی آن پایین پریده به طرف دیگر اتاق دویدم. پدر و مادر مبهوت نگاه هم می کردند. پدر بلند شد که به دنبالم بیاید. دکتر گفت: ولش کنید، مهم نیست. مشکل این بچه تنها حرف زدن نیست. به نظرم از نظر مغزی هم نارسایی هایی داره. باید چند تا تست ازش بگیریم. البته هزینه هاش کمی بالاست. از منشی بپرسید. هر وقت تصمیم گرفتید تلفن کنید تا براتون وقت بذاره. و انگار که بیش از این تحمل ما را ندارد در را باز کرد و خودش کنار در ایستاد. مادر با عجله شادی را بغل کرد، حتی نرسید کیفش را درست به دست بگیرد و از اتاق خارج شد. پدر هم با چند قدم بلند خود را به من رساند. سر دست بلندم کرد و از اتاق بیرون رفتیم. مرا برای تست نبردند. مادر از اول موافق نبود. میگفت این دکتر هیچ چی سرش نمیشه. حرف دکتر طباطبایی از همه درست‌تره. اون گفته هیچ چیش نیست. خودش بالاخره یه وقتی شروع به حرف زدن میکنه. پدر هم وقتی مبلغ سرسام‌آور انجام تست ها را شنید منصرف شد، ولی دیگر مطمئن شده بود که من اشکالی در مغز و روانم دارم که حرف نزدنم هم از آن ناشی می شود. البته او عقیده اش را در این باره ابراز نمی کرد، چون نمیخواست شاهد عکس‌العمل پر از درد و رنج مادر باشد. بالاخره برای اطمینان از نظریه اش و قضاوت نهایی تصمیم گرفت آخرین کوشش هایش را هم بکند، یا مرا هر طور شده وادار به حرف زدن کند و یا حکم قطعی درباره عقب ماندگیم را بدهد. مصیبت من از آن روز چند برابر شد. پدر خسته و کوفته از راه می رسید. دست و رویش را که می شست مرا صدا می کرد. سعی می کرد که آرام و خوشخلق باشد، ولی از سر رویش معلوم بود که چقدر از وظیفه شاقی که بر عهده گرفته بیزار است. با حوصله ای ساختگی مرا که هر لحظه آماده فرار بودم کنارش می نشاند و می گفت: شهاب جون، بگو آب، بگو آب. لبهایم را روی هم فشار می دادم و به زمین خیره می شدم. پدر باز تکرار می کرد: دهنتو باز کن، اینجوری بگو آ. و لحظه به لحظه لرزش دستهایش که ناشی از عصبانیت پنهانش بود بیشتر می شد و ترس مرا بیشتر و بیشتر می کرد. بعد دعوا شروع می شد. این که کاری نداره، دهنتو باز کن، یک کلمه بگو آب. میفهمی چی میگم یا نه؟ دیگر به کلی زبانم بند می آمد. ضربان قلبم 2 برابر می شد. لبهایم را بر هم می فشردم. آزرده تر از آن بودم که با این مرد حرف بزنم. بالاخره شادی هر جا بود از دست مادر فرار می کرد و خودش را به ما می رساند. و یا شاید مادر مخصوصاً او را رها می کرد تا مرا نجات دهد. او هم بدون خجالت و با خنده خود را در بغل پدر جا می کرد. چهره پدر شکفته می شد و به مادر که برای بردن او آمده بود می گفت: ولش کن، کاری نداره، و او را به خود می فشرد و سرش را می بوسید.
اصلاً دوست نداشتم این صحنه‌ها را ببینم. بعد از آن کلاس شکل دیگری به خود می‌گرفت. پدر ولکن نبود. باز می‌گفت بگو آب و این بار شادی با افتخار فریاد می‌زد آب. اگر در آن لحظه در آغوش پدر نبود حتماً مشت محکمی بر سرش می‌زدم. یه صدا از خودت در بیار که ببینم صدا داری؟ بگو گربه چی میگه؟ و شادی با صدای ریزی میگفت میو میو. کار با شیرینکاری‌های شادی ادامه می‌یافت تا جایی که پدر آنچنان محو او می‌شد که مرا فراموش می‌کرد و من می‌توانستم به آهستگی از کنارش فرار کنم و در اتاقم پنهان شوم. بعد از مدتی پدر مرا به حال خود واگذاشت و کلاس‌های هراس‌انگیزمان پایان یافت. 17. اواخر پاییز بود. فرشته حدود ساعت 4 به خانه ما آمد. لاغر و رنگ پریده بود. دویدم، از پله ها بالا رفتم ولی میخواستم حرفایش را بشنوم. کنار نرده نشستم. فرشته به مادر گفت به شهاب بگید بیاد، میخوام ببرمش گردش. مادر با تعجب نگاهش کرد و گفت باز چه خبر شده فرشته جون؟ یاد گردش افتادی؟ حالا که دیگه مدرسه ها باز شده، تو 1000 کار داری. درسات هم شنیدم خیلی سخته. هوا هم سرد و زود تاریک میشه. به نظرم این گردش ها اصلاً صلاح نیست. نه مریم جون، توی پارک کمی استراحت میکنم. کتابم را هم میبرم. تا شهاب بازی میکنه منم درس میخونم. توی خونه حوصله‌ام سر میره. تو هوای آزاد بهتر درسو میفهمم. اسی گفت ببین عجب دروغگویه، نریها. مادر گفت والا نمیدونم، خودت میدونی و بابا مامانت، ولی گمونم شهاب دوست نداره بیاد. بذارید خودم برم ازش بپرسم. به اتاق دویدم، پریدم روی تخت، رفتم زیر پتو و خودم را به خواب زدم. فرشته وارد اتاق شد، کنار تخت نشست، آهسته گفت پاشو خودتو لوس نکن. حالا چه وقت خوابه؟ پاشو بریم پارک. پشتم را به او کردم. قول میدم فقط بریم پارک. تازه رامین اینقدر دلش میخواد ببیندت. یه ماشین خوشگلم برات خریده، میخواد بهت بده. پاشو. دیرم شد. از سکوت ناگهانیش کنجکاو شدم. سرم را از زیر پتو بیرون آوردم. با رنگ پریده به مادر که در آستانه در ایستاده بود نگاه میکرد. هیچ کدام نمیدانستیم کی آمده و چقدر از حرفا را شنیده است. با تته پته گفت خودشو به خواب زده. مادر با سوءظنی که بیش از هر موقع در نگاهش دیده میشد گفت ولش کن فرشته جون، میدونی که چقدر لجبازه. وقتی رأیش نیست که بیاد هر کاری کنی نمیاد. اگرم به زور ببریش یه کاری دستت میده. حالا اگه از خونه حوصلت سر رفته بشین توی همین حیاط ما درس بخون. اسی خندید و گفت چقدر مامان خنگه. سرمونو زیر پتو کردیم و خندیدیم. فرشته آزرده و غمگین بلند شد. با دست از روی پتو به پشتم زد و گفت باشه تو هم منو تنها بذار ای رفیق نیمه راه، و رفت. هوا تاریک شده بود که صدای زنگ در خانه بلند شد. مادر دکمه در بازکن را فشار داد. خسرو در یک چشم به هم زدن رسید وسط حال. مرا که دید گفت شما برگشتید؟ پس فرشته کو؟ چرا نمیاد خونه؟ و داد زد فرشته کجایی؟ بیا بابا الان میاد. مادر جلو آمد و گفت چه خبره خسرو جون، دنبال فرشته میگردی؟ سلام، آره اینجا مونده. چی کار؟ بگید بیاد. فرشته اینجا نیست. پس شهاب چطوری آمده خونه؟ مگه با فرشته نبود؟ نه، فرشته اصری آمد دنبالش ولی شهاب نرفت. هنوز برنگشته؟ پس با کی رفته گردش؟ حتما خودش تنها رفته. میخواست بره توی پارک درس بخونه. خسرو بدون خدافزی مثل باد از خانه بیرون زد. هنوز 5 دقیقه نگذشته بود که با فتنه خانم وسط حال سبز شدند. مریم جون فرشته کجاست؟ من نمیدونم. بعد از ظهری آمد اینجا دنبال شهاب ولی شهاب حالش خوب نبود، باهاش نرفت. من فکر کردم برمیگرده منزل. نه برنگشت. خود مرگم بده، اگه باباش بفهمه زمین و زمانو به هم میریزه. حالا دیر نکرده، کتابش هم دستش بود، میخواست بره درس بخونه. فتنه خانم با هرس گفت توی این تاریکی و سرما آره جون خودش. حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. شاید رفته خونه دوستش با هم درس بخونند. کدوم دوستش؟ من نمیدونم، شما باید بشناسیشون. تلفناشونه که داری؟ زنگ بزن ببین کجاست. آخه تا این موقع شب بچه‌ها وقتی با هم هستن متوجه وقت و زمان نمیشن. خسرو گفت حتما باز رفته خونه این سوسن خیکیه. شماره‌شو تو دفتر تلفن نوشته. بیا بریم زنگ بزنیم. بریم. ببخشید مریم جون، به عموش نمیخواد بگی باشه؟ نمیخوام به گوش باباش برسه. حتما هرجا باشه الان پیداش میشه. پس هر وقت اومد به منم خبر بدید. باشه. با رفتن آنها مادر رو به من کرد و گفت چه خوب شد تو نرفتی. چرا دلت نمیخواست بری؟ تو میدونی کجا رفته. شانه‌هایم را بالا انداختم.
ساعتی بعد پدر آرش آمدند. آرش بیچاره از خستگی نای راه رفتن نداشت. مادر فوراً به کمک او شتافت. کیف را گرفت و گفت: برو دست و صورتتو بشور تا لباس عوض کنی، من هم شام میکشم. خیلی خسته ای نه؟ سر میز شام آرش چرت میزد. مادر گفت: آرشون شامتو بخور برو بخواب. نمیشه، باید درس بخونم، فردا امتحان دارم. نه عزیزم، برو بخواب، تو که با این خستگی نمیتونی درس بخونی. من صبح زود بیدارت میکنم. آرش چند قاشق دیگر خورد و با بیحالی بلند شد به اتاقش رفت. مادر به پدر گفت: چرا اینقدر به این بچه فشار میاری؟ دیگه کلاس ریاضی چی بود؟ این که درسش خوبه. چی رو خوبه؟ ریاضی شده 17 که بد نیست. خب درس ها سخت میشه دیگه، بچه دبستانی نیست که همیشه 20 بگیره. این چه حرفیه؟ پسر من باید پس فردا تو المپیاد ریاضی شرکت کنه، اگه بهش نرسیم نمیتونه اول شه. خب نشه، سلامتیش مهمتره یا شاگرد اولی؟ اصلا تو چرا اینقدر برات مهمه که اون شاگرد اول بشه؟ به خاطر خودش میگم، به خاطر آیندهش. این یکی دیگه باید مایه افتخارمون بشه. آها، همینو بگو، آینده خودش و اینا بهانه است، تو فکر خودتی. میخوای پوز بدی بگی بچم شاگرد اوله، برات اهمیتی نداره که این بچه زیر بار این فشار بشکنه. و با غیظ ظرف‌ها رو از روی میز جمع کرد و در ظرفشویی گذاشت. اسی گفت: باریکلا، مامان بعضی وقتا خیلی باهوش میشه. داشتم مسواک میزدم که صدای زنگ در بلند شد. پدر با تعجب گوشی در بازکن را برداشت، دکمه را فشار داد. به مادر گفت: داداشه، این موقع شب چی کار داره؟ و در حال را که تازه قفل کرده بود باز کرد. عموجان، فتانه خانم و خسرو با هم وارد شدن. پدر گفت: خیره انشالله، چه خبر شده؟ بدبخت شدم داداش، فرشته گم شده. مادر جلو دوید، با نگرانی به فتانه خانم نگاه کرد و گفت: خونه دوستاش نبود تلفن کردین؟ آره، به هر چی شماره تلفن توی دفترش بود زنگ زدیم ولی هیچ کس خبر نداشت. پدر از عمو پرسید: آخه نگفت کجا میره؟ همینطور بی اجازه راهشو کشیده رفته؟ کی رفته؟ چه میدونم، از مادرش بپرس. فتانه خانم زد زیر گریه. مثل همیشه آمد دنبال این شهاب ببردش گردش. تفلکم بچم بس که مهربونه میخواست یه کاری برای این بچه بکنه. میگفت من به حرفش میارم. الان چند ماه از اول تابستون تا حالا هر روز کلی از وقتشو میذاره که این بچه رو ببره و بهش چیز یاد بده. هرچی میگفتم مادر ول کن، به درس و مشق خودت برس، این کارا فایده نداره، وقتتو بیخود تلف نکن. میگفت نه، گناه داره، یک نفر باید این کارو بکنه. من میخوام عمومو خوشحال کنم. حالا امروز که آمده این بچه باش نرفته، اونم نمیدونم کجا رفته. مادر با تعجب و عصبانیت گفت: چی رو هر روز میامد دنبال این بچه؟ شهاب الان 3 ماه بیشتره که با فرشته جایی نرفته. یعنی میخوای بگی فرشته شهابو نمیبرد پارک؟ خودم آمدم یه دفعه ازت پرسیدم. خانوم این مال تابستون بود. 1 ماه 1 ماه و نیم هر روز آمد دنبالش و بردش پارک، ولی یک دفعه شهاب زده شد و دیگه نخواست باهاش بره. بعد از اون دیگه هیچ وقت نیومد تا امروز بعد از ظهر، ولی باز شهاب نرفت. فتانه خانم، عموجان و خسرو مبهوت به مادر نگاه کردند. عمو زودتر به خودش آمد. عصبانیتش چند برابر شد. برگشت به طرف فتانه خانم و گفت: پس این هر روز کجا میرفته؟ فتانه خانم به تتپتو افتاد. رنگش پرید و گفت: والا نمیدونم. مریم اشتباه نمی کنی؟ نکنه بچه رو از دم در می برده؟ تو متوجه نمی شدی. مادر آشکارا عصبانی بود. این چه حرفیه فتانه؟ کی بچه های من توی کوچه ولو بودن که کسی بیاد دستشونو بگیره و ببره من متوجه نشم؟ من 5 دقیقه به 5 دقیقه بچه ها رو صدا میزنم، ازشون خبر میگیرم. چطور ممکنه 2 ساعت غیبشون بزنه و من نفهمم؟ نه جونم. هر جا میرفته تنها میرفته، با بچه من نبوده. عمو فریاد زد: همش تقصیر تو زن، با این بچه بزرگ کردنت. یکی از یکی گهتر. تو چه مادری هستی که دخترت هر روز 2 ساعت گم میشده و تو نمیفهمیدی؟ به من چه؟ مگه فقط بچه منه؟ خودت چرا حواست نبود؟ بچه بیچاره‌م میخواست به برادرزاده تو کمک کنه. من بگم نکن؟ خانم یعنی هنوز نفهمیدی اون بهانه بوده؟ پدر میانه را گرفت و گفت: خب حالا که وقت این حرفا نیست، فعلا مسئله مهم پیدا کردن فرشته است. شما هیچ حدس نمیزنید که کجا ممکنه رفته باشه؟ خونه همه دوستاش زنگ زدم نبود. خونه فامیل چی؟ خونه مامان، شاهین. فتانه خانم گفت: نه بابا، اگر فامیل بفهمن که خیلی بد میشه. تو رو خدا صداشو در نیارید. مریم جون الهی قربونت برم، مبادا کسی بفهمه. خیالت جمع. من نه کسی رو میبینم، نه روزی 1 ساعت با مادر شوهر و خواهر شوهر و فک و فامیلم تلفنی حرف میزنم و گزارش کار میدم.
فتان خانم براق شد. پدر گفت به نظر من اگر قهر کرده باشه خونه فامیل میره. شماها دعواتون نشد؟ قبلش ناراحت نبود؟ نه، ما دعوامون نشد. فقط گفتم دست از سر این بچه وردار. اگر درست شدنی بود تا حالا شده بود. اونم جواب نداد. ولی خب الان مدت هاست سر حال نیست. تو خودشه، لاغر شده، قصه میخوره. من خیال میکردم واسه خاطر این بچه ناراحته. مادر خنده تمسخرآمیزی کرد. عمو گفت من میگم یک زنگ بزنیم به مامان. لازم نیست بگیم خبریه. اگه چیزی باشه خودش میگه. اصلا از لحن صداش میفهمیم. فتان خانم گفت من عصری 1 ساعت با خاله صحبت کردم. حالا چی بگم؟ مشکوک میشن. خوبه مریم جون زنگ بزنه. من اگه زنگ بزنم بیشتر مشکوک میشن، چون من فقط وقتی کار خیلی مهم داشته باشم زنگ میزنم، نه الکی. پدر گفت میخوای من به هوای احوال پرسی زنگ بزنم و پرسجو کنم؟ عمو گفت آره ناصر جون تو زنگ بزن. اگه مامان چیزی بدونه به تو بهتر میگه. پدر گوشی را برداشت، با مادر بزرگ و بعد با عمه شهین حرف زد. فتان خانم هم به منزل خواهرهایش تلفن کرد که نتیجه‌ای نداشت. فتان خانم به گریه افتاد. عمو با نگرانی طول و عرض اتاق را میرفت و میآمد. من گیج شده بودم. اسی و ببی حرف نمیزدند. پدر گفت به کلانتری باید خبر بدیم. فتان خانم گفت وای خدا مرگم بده نه. مادر مثل اینکه راه حل مسئله را پیدا کرده باشد از جا پرید و گفت آها فهمیدم. گرفتنش. کی گرفتتش؟ کمیته. مثل همه نگران نباشید، چیز مهمی نیست. این روزها مرتب دختر پسرای جوون رو توی پارک میگیرند. آخه برای چی؟ برای خیلی چیزا. ساده ترینش بدحجابی. پدر گفت راست میگه. احتمالاً بعد از اینجا رفته پارک. اونجا هم که حتما دیدید ساعت به ساعت جوونا رو میریزن تو اتوبوس و میبرن کمیته. عمو با خشم گفت پدر سوخته. پدرشو در میارم. مگه چریختی رفته بود بیرون؟ مادر که سعی میکرد جو را آرام کند گفت ای بابا لازم نیست جور خاصی باشه. بالاخره از یه جای ایراد پیدا میکنند. خب بعدش چی میشه؟ پدر گفت هیچی. حل میشه. حالا بریم کمیته ها رو سر بزنیم ببینیم چی بوده. میکشمش. کوتا بیا داداش. حالا بذار پیداش کنیم. مادر گفت حسین آقا خودتون رو ناراحت نکنید. باور کنید توی این دور زمونه کم پدر مادری پیدا میشه که بچه جوون داشته باشه و کمیته نرفته باشه. من که اداره میرفتم هر روز دوستام تعریف میکردن که بچه هاشون رو گرفته بودن و هر کدوم یک جور داستان داشتند. دیگه این مسائل عادی شده. سخت نگیرید. تازه باید دعا کنید اونجا باشه. باز بهتر از جاهای دیگه است. همه با وحشت به مادر چشم دوختن. گویا هر کدام جای وحشتناکتری را در نظر مجسم میکرد. خسرو را به خانه فرستادند تا اگر فرشته آمد یا تلفنی شد جواب بدهد و همه را خبر کند. پدر و عمو سوار بر ماشین پدر برای سر زدن به کمیته ها رفتند. فتان خانم گریه کنان پیش مادر ماند تا از تنهایی و بیخبری دیوانه نشود. مادر شادی را که هیچ کس نفهمیده بود کی به خواب رفته بود از روی کاناپه بلند کرد و از پله ها بالا آمد. من دویدم و خودم را به خواب زدم. مادر شادی را سر جایش گذاشت. کنار تخت من نشست. جورابهایم را درآورد و رویم را کشید. موهایم را نوازش کرد و بوسه کوچکی به گونه‌ام زد. چقدر این کارش را دوست داشتم. 18. نیمه های شب از صدای در و حرف زدن بیدار شدم. نمیدانم اصلا خوابم برده بود یا نه. رفتم بالای پله ها. مادر و فتان خانوم پدر و عمو را سوال پیچ کرده بودند. چی شد؟ پیداش کردید؟ کنار پله در تاریکی نشستم. سرم را به نرده تکیه دادم. پدر عمو را که دولا شده بود روی مبل نشاند. فتان خانوم زد توی سرش و گریه کنان گفت این دیگه چش شده؟ هیچی، باز کمرش گرفته. از اون بچه هم که خبری نشد. مادر وحشت زده گفت خدا مرگم بده. یعنی نبود؟ کجاها رفتید؟ همه جا. تمام کمیته ها رو سر زدیم. بیمارستانای این دور و بر رو هم رفتیم. مجبور شدیم بالاخره به کلانتری خبر بدیم. هیچ سرنخی نیست. قرار شد صبح بریم پزشکی قانونی. فتان خانم جیغ کشید و روی مبل افتاد. مادر گفت این چه حرفیه جلوی این بیچاره میزنی؟ آن شب بسیار سخت خیال تمام شدن نداشت. برای عمو روی زمین پتو پهن کردند تا در جایی سفت بخوابد. او دراز کشیده با چشمان باز به سقف نگاه میکرد. بقیه روی مبل‌ها نشستند. فتان خانم یک سره گریه میکرد. من بلند شدم و به اتاقم برگشتم. صبح زود خیس از عرق و وحشت از کابوسی که دیده بودم از جا پریدم. شادی هنوز خواب بود.
هیچ صدایی نمی آمد. از اتاق بیرون آمدم. لای در اتاق پدر مادر را باز کردم. تختشان دست نخورده بود. ترسیدم مبادا رفته باشند. با احتیاط از پله‌ها سرازیر شدم. با دیدن پدر که روی کاناپه به خواب رفته بود آرام شدم. به دنبال مادر به آشپزخانه رفتم ولی نبود. از لای در باز اتاق آرش نور کمرنگ چراغ بیرون می آمد. به داخل اتاق سرک کشیدم. آرش پشت میز نشسته درس می خواند. مادر روی تخت او دراز کشیده بود. آرام به اتاق خزیدم و بالای سر مادر ایستادم. مادر با دیدن من یکه خورد و با تعجب گفت تو چرا صبح به این زودی بیدار شدی؟ ساعت تازه 6:30. دیشبم که دیر خوابیدی. کنارش روی تخت دراز کشیدم. خود را به او فشردم. کنار او احساس امنیت می کردم. آرش برگشت و رو به مادر گفت این بیدار بود وقتی عمو اینا اومدند؟ آره ولی نفهمیدم کی رفت خوابید. پس این دلسوزی ها برای شهاب همه بیخودی بود؟ مادر گفت من از اول هم میدونستم زیر کاسه یه نیم کاسه ای هست. پس چرا بهش اجازه میدادی شهاب رو ببره؟ آخه فرشته با همشون فرق داره. دختر مهربونیه. شهاب که بچه بود خیلی دوستش داشت. آره اما وقتی شادی آمد انداختش دور. حالا یعنی چی میشه؟ پیداش میکنند؟ خدا میدونه. تازه پیداش هم بکنند معلوم نیست در چه وضعی باشه. فعلا فقط باید دعا کنیم. بیچاره فتانه، خدا به دادش برسه. بابا نمیخواد امروز منو برسونه؟ نه مادر، تو رو خدا ولش کن بذار یه کمی بخوابه. تمام شب بیدار بود. ساعت 8 هم باید بره دنبال عموت. روز خیلی سختی در پیش داره. خدا به خیر بگذرونه. باشه خودم میرم. عصر هم کلاس انگلیسی دارم. نمیخواد بیاد دنبالم. خودم شب برمیگردم. نه نمیخواد امروز بری کلاس. میترسم شب تنها بیای. من که دختر نیستم که به دزدنم. باشه حالا یک امروز کلاس نره. آسمون که به زمین نمیاد. من که از خدامه. میترسم بابا بگه چرا نرفتی. اون با من. تو زودتر بیا خونه. شاید به کمکت احتیاج داشته باشم. نتوانستم به صبحانه لب بزنم. دلم آشوب بود. قلبم تند میزد. ببی در مغزم مدام میگفت باید باهاش میرفتی. بی هدف در اتاق و حیاط راه میرفتم. بر سر فرشته چه آمده بود؟ یعنی رامین اذیتش کرده؟ اونا توی اون اتاق چیکار میکردند؟ کاش هیچ وقت به آن خانه کثافت نمیرفتند. چرا مأمورها نمیگذاشتند آنها به پارک بروند؟ در پارک بچهای خوبی بودند. کار بد نمیکردند. فقط حرف میزدند. پس از رفتن پدر عمو فتن خانم آمد. هنوز هم گریه میکرد. مادر به او دلداری میداد. ولی معلوم بود که خودش هم به حرفایش اعتقادی ندارد. مادر سینی صبحانه را به حال آورد. شادی را روبروی خود نشان تا به او صبحانه بدهد. فتن خانم گفت به کی میتونم بگم که چی به سرمون اومده؟ چه آبروریزی، چه بدبختی بزرگی. خدایا چه گناهی مرتکب شده بودم که این بلا سرم اومد. مادر سعی می‌کرد با حرف‌های امیدوار کننده فتان خانم را آرام کند. برای اولین بار مادر و فتان خانم با هم دوست بودند. هیچ کدام نمی‌خواست برتریش را به دیگری ثابت کند. به هم گوشه و کنایه نمی‌زدند. هر دو از ته دل قصه‌دار بودند و گریه می‌کردند. و من برای اولین بار احساس کردم که دلم برای فتان خانم می‌سوزد. شادی صبحانه را رها کرده و مشغول بازی بود. مادر با فتانه صحبت می‌کرد و اصلا متوجه لقمه‌ای که در دست داشت نبود. فتانه خانم گفت یعنی تمام این مدت که میگفت میرم پارک دروغ میگفت؟ چند وقت بود که شهاب باش نمیرفت؟ خیلی وقته. توی شهریور بود. یک روز که برگشتن من فهمیدم که شهاب خیلی گریه کرده. فرداش که فرشته آمد هر چه کردم حاضر نشد حتی باهاش روبرو بشه و دیگه با هیچ ترفندی با فرشته نرفت. قول شیرینی و بستنی و اسباب بازی هم که داد بیفایده بود. من همون موقع هم از اصرار بیش از حد فرشته تعجب می‌کردم. یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ من از فرشته پرسیدم. گفت شهاب داشت تاپ بازی می‌کرد. من کنار زمین نشسته بودم که چند تا از همکلاسیام رو دیدم. با آنها قدم زدم و رفتم تا بوفه که چیزی بخرم. اون در این فاصله آمده و وقتی دیده من نیستم ترسیده و خیلی ناراحت شده. خیال کرده که من گذاشتم و رفتم. حالا هم بهش برخورده. دیگه نه چیزی می‌خوره نه محل من می‌گذاره. به نظر تو هم همین بوده؟ والا نمیدونم. شهاب که نسبت به تنها موندن از بچگیش حساسیت داشته. اون موقع ها هم که من اداره میرفتم هر روز صبح جوری گریه میکرد که انگار دفعه اولیه که تنها مونده. به نظرم همیشه وحشت داره که ما ولش کنیم. توی خیابون همچین به من میچسبه که انگار قراره من بگذارمش و فرار کنم. ولی این دلخوری طولانی مدت از فرشته و نرفتن با او به نظرم باید دلیل دیگه‌ای هم داشته باشه.
آه کاش این بچه حرف میزد، کاش اینجوری نبود. مادر براق شد و گفت چجوری؟ ببخشید مریم جون، تو رو خدا ناراحت نشو، دست خودم نیست، حال طبیعی ندارم. دیگه تو ازم دلخور نشو. تو الان تنها پشت و پناه منی. منظورم اینه که اگه میتونست حرف بزنه خیلی خوب بود. اون خیلی چیزا میدونه، میتونست کمکمون کنه. صبر کن، تو صبونه شادی رو بده، من برم باهاش حرف بزنم. من در تمام این مدت روی پله نشسته بودم و حرفا رو گوش میدادم. اسی گفت چیکار کنیم؟ بهشون بگیم؟ ببریمشون اون سوپر کوچیکه؟ ببی گفت وای نه، یادته چقدر میترسید که کسی بفهمه اونا کجا میرن؟ حالا اگه بگیم و عمو بفهمه چی میشه؟ خودش گفت اگه بابام بفهمه میکشدم. اسی ادامه داد تازه اون اسماعیل گنده رو بگو. اگه باز بخواد بغلمون کنه و دنبالمون کنه چیکار کنیم؟ خاک بر سرش، چقدر ازش بدم میاد. مادر بلند شد و به طرف پله آمد. از جا پریدم، از پله ها بالا رفتم، وارد اتاق شدم، در را بستم و رفتم زیر پتوهای به هم ریخته که برخلاف هر روز مادر هنوز مرتبشان نکرده بود. مادر با مهربانی پتو را کنار زد. گفت شهاب جون بلند شو عزیزم، میدونم که خواب نیستی. بلند شدم، نشستم، ولی سرم پایین بود و به مادر نگاه نمی کردم. مادر 2 انگشتش را زیر چانه‌ام گذاشت، سرم را با آرامی بلند کرد، به چشمایم نگاه کرد و گفت شهاب جون فهمیدی که چه اتفاقی افتاده؟ فکر میکنم فرشته رو دزدیدن، ما باید پیداش کنیم. تو کمکمون میکنی؟ اسی گفت ما کمک کنیم؟ ما که خنگیم، نمیتونیم حرف بزنیم. مادر ادامه داد ببین شهاب جون، من ازت سوال میکنم، تو فقط گوش بده. اگه دلت خواست هر جایی که راست گفتم سرتو تکون بده، باشه؟ تو با فرشته فقط پارک میرفتید؟ مادر حرکت نامحسوس سرم را جواب منفی تلقی کرد. غیر از پارک دیگه کجا میرفتید؟ لبهایم را به هم فشردم و سرم را برگرداندم. آه ببخشید، بعد پرسیدم. اون جای دیگه که میرفتید میدونی کجاست؟ پلکایم بی اختیار بر هم خورد. مادر کمی هیجان زده پرسید میتونی منو ببری اونجا؟